سلام عزیزای دلم، بریم که با هم این پیراهن فوق‌العاده زیبا رو بدوزیم. برای این مدل احتیاج دارید به یک مستطیل به طول 150 و عرض 50 سانت. مستطیل هم رو به صورت دولا و بعد به صورت چهارلا قرار میدم. به این حالت که شد، اینجا میشه قسمت چهارلای بسته. یه خط صاف میکشم، از این قسمت 10 سانت داخل میشم و 4 سانت پایین میام. به صورت هلال طراحی میکنم. این برای یقه پشت هستش و یقه جلو رو بعدم بهتون میگم. 6 سانت از این قسمت پایین میام و از گوشه گردن به این قسمت وصل میکنم. این قسمت رو عزیزای دلم 17 سانت پایین اومدم. اندازه 1/2 دور بازو هست. اینجا هم اندازه دور کمرتونه. هر اندازه‌ای که هست تقسیم بر 4 کنید. برای این قسمت در نظر بگیرید. 2 سانت بالا برید، اینجوری هلال کنید که گوشه پیراهنتون آویزون نباشه و به این حالت وصل کنید. اگه هیکل پرتری دارید شما میتونید اینو بیارید این برتر. ببینید هر چقدر که دور کمرتون و دور بازوتون هستش، اینجا دور بازوه. خب من روی همون خط اولی برش میزنم. این قسمت رو هم به همین حالت سرشانه و آستین. اینجا هم سرشانه موه و هم آستینی که در نظر گرفتیم. اینجا که قسمت یقه پشت و حدود 1 سانت و نیم اینجا رو قیچی میکنم. اضافاتش رو برمیدارم. یکی از این تیکه ها رو برمیدارم. این به عنوان پشت لباس من و این برای قسمت یقه جلو. 5 سانت پایین تر میام، مشخص میکنم و به صورت هلال طراحی میکنم و برش میزنم. عزیزای دلم این یقه رو به راحتی میتونید بپوشید. احتیاجی به چاک و دکمه گذاشتن و اینها نداره. به این حالت قرار میدم. سمت دیگر رو هم به همین شکل سرشانه ها روبروی هم دیگه با سوزن فیکس میکنم و به اندازه 1 سانت دوخت میزنم. بعد از دوختم حتما سردوز کنید. این مدل رو شما میتونید با پارچه های حریر، با پارچه های کرپ، هر پارچه‌ای که دوست داشتید میتونید بدوزید. بعد از اینکه دوخت رو انجام دادم و سردوز کردم، اتوی سرد و گرم میکشم. ببینید این اتوی گرمه و این اتوی سرد. سمت دیگه اتو میزنم. به این حالت میشه. برای دور یقه من به یک نوار احتیاج دارم. نوار رو به این حالت آماده میکنم. ببینید اول پارچه رو تا میزنم و حدودی قیچی میکنم و از این قسمت مترم رو قرار میدم به اندازه 2.5 سانت. کاملا این باید به اندازه 2.5 باشه. به صورت دولا قرار دادم. روش دوختش به این شکله که از زیر پیراهن، ببینید اینجا قسمت زیر دیگه، من این مستطیل رو قرار میدم که به صورت دولاه. حتما به صورت دولا بدوزیدش. دوختش رو میزنم به اندازه 1 سانت این برتر دوختم رو دارم میزنم. 2 تا لبه های این مستطیل و لبه یقه باید مماس روبروی همدیگه باشن که یقه فوق العاده تمیزی بتونید بدوزید. حالا اینجا رو دقت کنید. این قسمت رو میارم تا این برتر و این رو دقیقاً روبروی همدیگه به اندازه 1 سانت هر کدوم از این لبه ها اضافه دوخت داشته باشه. چون من میخوام این کار رو به این شکل باز کنم. سمت دیگه
و به این شکل دوختش رو انجام بدم که تمیزترین روش دوخت هستش. همونطور که میبینید من از اریب پارچه بر نداشتم، از خود طول پارچه برداشتم. پس بعضی موقع وقتی که پارچمون کمه میتونیم این کارو بکنیم. دقت کنید چقدر مرتب شد و یه دوخت فوق العاده تمیز دارم. ادامه دوختم رو میزنم، اون جایی که ندوخته بودم رو میدوزم. دوخت رفت و برگشت. حالا اضافات این دوختم رو قیچی میکنم. خیلی با دقت این کارو بکنید که یه وقتی توی دوختاتون نرید. احتیاجی به چرت زدن هم نداره، نمیخواد چرت بزنید و برگردونید. فقط نیم سانت از زاپاس رو نگه دارید و مابقیش رو دورریز کنید. خیلی مدل خوشگلیه، حتما بدوزید. خیلی هم در خود شده بود، گفتید که یه پیراهن چیندار این شکلی آموزش بدید. ببینید الان من این قسمت رو برمیگردونم و به راحتی یه دوخت نیش روی لبه این مستطیلم میزنم. میتونید هم از نوار اریب هایی که توی خرازی ها دارن استفاده بکنید، ولی من همیشه خودم به شخصه برای یقه ها، برای تمیزدوزی حلقه های آستین، همیشه خودم از جنس پارچم نوار اریب درست میکنم، چون باعث میشه کارتون خیلی خیلی کار سکه‌داری بشه. به این حالت که شد، یه اتوی سرد و گرم باید روی این یقه بزنیم. به این حالت اول اتوی گرم و بعد اتوی سرد. عزیزای دلم، پارچه رو به هیچ عنوان نکشید، یقه رو نکشید، حالت ندید. بذارید همون حالتی که خودش هست به همون حالت باشه. به این حالت یقه ما آماده میشه. به یه مستطیل احتیاج دارم به عرض 36 و طول 150. این مستطیل رو تا میزنم به صورت دولا و قیچی میکنم. حالا لبه این مستطیل رو دوخت درشت میزنم، چون میخوام اینجا رو چین سوزنی انجام بدم. این قسمت رو چین میدم که دقیقاً به اندازه یک کمر بالاتنی پیراهنم بشه. ببینید به این حالت. حالا هر کدوم از این کمری ها رو، این چین ها رو برش در نظر میگیرم و با سوزن فیکس میکنم. و دوخت میزنم. سمت دیگه اینم قسمت پشت پیراهنتون هستش. سوزن میزنم. حالا دوخت میزنم. بعد از اینکه دوخت رو انجام دادم حتما سردوزش رو انجام میدم. ببینید به این حالت دوختم و سردوز کردم. حالا تیکه بعدی. برای تیکه بعدی شما به اندازه عرض 46 و طول 150 باشه. اینجا رو دیگه نباید قیچی کنیم، همین 150 رو باید چین سوزنی بدوزیم. عزیزای دلم، تیکه بالای دامنیمون 36 سانت بود، قسمت پایینی 46. مثلا برای بچه ها وقتی میخواید بدوزید، برای دختر بچه هاتون یا میخواین شومیزی بدوزین، همیشه تیکه بالایی و تیکه پایینی 10 سانت اختلاف داشته باشن. سمت دیگه هم باز به همین حالت، اینجاها رو حالت چین سوزنی. میتونیدم به اون روشی که من با بشقاب چین میدادم، میتونید به اون روشم
کار بکنید. چین‌های خیلی خوشگلی هم میتونید داشته باشید. ولی خب توی این روش من از این مدل بهتون آموزش دادم. یه پارچه‌ای هستن حالت حریرن و گل دارن، خیلی خوشگل میشه برای این مدل پیراهن. فیکس میکنم با سوزن و دوخت میزنم. و بعد سردوز انجام میدم. اینم قسمت تیکه بعدی هستش. هر تیکه‌ای که برای قسمت جلو دوخته میشه برای قسمت پشت هم دوخته میشه. سردوز زدم. حالا روش اتوکاریشو دقت کنید. کوچولو فقط اینجا رو من گرما میدم و همین، فقط خواستم اتوکاریشو بهتون بگم. از قسمت پهلو خط کمر رو فیکس میکنم با سوزن، از قسمت بالا هم فیکس میکنم، سوزن میزنم. همیشه برای دوخت لباس هاتون خیلی از سوزن استفاده کنید. همیشه کارتون رو بذارید فیکس باشه. سمت دیگه توی اول آموزش ها 24 سانت قسمت کمری رو بهتون گفته بودم. خب شما دور کمرتون رو اندازه بگیرید، هر اندازه‌ای که باشه به جای اون 24 سانت به طور مثال این قسمت پایین شمیز هم پیراهن هم به صورت دولاتا میشه و دوخته میشه. خب اون قسمتی که کمری بهتون گفتم، مثلا شما دور کمرتون عدد 100 تقسیم بر 4 میشه 25. پس اون قسمت کمری باید 25 به علاوه 2 سانت اضافه تر باشه، یعنی 27. مثلا اگر 120 باشید 120 تقسیم بر 4 30 میشه، به علاوه 2 32. بلندی بالا تنه برای من عدد 49 بودش. شما از وسط سرشانه تا هر جایی که میخواین اون خط کمرتون باشه در نظر بگیرید. هر جوری که دوست دارید. مثلا شما دوست دارید قد بالا تنتون 40 باشه، اون مستطیل اولو بود که بهتون گفتم به بلندی 150 و عرض 50، جای اون 50 مثلا شما میخواید قد بالا تنتون چند باشه؟ 40 باشه. شما اون مستطیل باید به اندازه مثلا 43 سانت باشه که از قسمت بالا و پایین اضافه دوخت داریم دیگه. 3 سانت اضافه دوخت در نظر بگیرید. 40 هم که قد بالا تن است. مثلا شما 45 به علاوه 3 48، اون مستطیل عرضش 48 باشه. برای دور بازو هم که گفتم عدد 17، شما دور بازوتون رو در نظر بگیرید. مثلا دور بازوتون 40 تقسیم بر 2 میشه 20، به علاوه 2 سانت آزادی 22 دیگه، به جای اون 17 عدد 22. این عددهایی که دارم براتون مثال میزنم متغیره. شاید یه خانومی دور بازوش 36 باشه که تقسیم بر 2 میشه 18، به علاوه 2 میشه 20. شما طبق این توضیحاتی که دادم به راحتی میتونید این پیراهن فوق‌العاده زیبا رو بدوزید. حتی میتونید به عنوان مانتو هم استفاده بکنید. اینم از پیراهن فوق‌العاده زیبا که کار خیلی قشنگیه و خیلی هم تنخور خوشگلی داره. پس با خیال راحت این مدل رو بدوزید. امیدوارم که این آموزش رو دوست داشته باشید. اینم از تنخور پیراهن زیبامون.